درود دوستان عزیز، مخلصان و هواداران برنامه‌های تحلیلی تلویزیون ورزش. برنامه نوبتی شهر فوتزال رو از سوی مرکزی تلویزیون ورزش منظور شما می‌گردونیم و در این برنامه دویر با بازی‌های دور نهم سوپرلیگ تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. چون همیشه در این برنامه نیز ما رو همکارمون ایمانبک شودیبکزاد همراهی میکنند. سرول شما رو به برنامه خوش آمدید میگویم و دوستان عزیز، در روزهای سیراتی هفته گذشته بازی‌های دور نهم برگزار گردیدند. در این مرحله 3 بازی دایر شد و دسته ریگر شهر تورسومزاده بنابر مشکلات‌های مالیوی از ادامه سبقت‌ها دست کشید. از این پس دسته ریگر شهر تورسومزاده در جدول عمومی باقی میماند، اما هر بود دسته‌ای که بر مقابل این تیم باید با میدان برآید صاحب 3 خال می شود. بازی‌های دور نهم سوپرلیگ با چنین نتیجه به انجام رسیدند. در بازی مرکزی این دور گویم کلاسیکوی فوتزال تاجیک سپر شهر خوجند با حساب 5-4 سروکمپانی قهرمانی فعلی را شکست داد. کلوب مرکزی ورزش ارتش با حساب 1-4 از تیم امانت بانک شکست خورد و استقلال در سفر 9 گل به جواب به دروازه روشن زد. دسته ریگر باشد با بازی حاضر نشد و تیم سامان صاحب 3 امتیاز گردید. خب در مجموع موبک شما بازی‌های دور پنجم رو چگونه شرح میدید؟ ببینید، البته یک رقابت مرکزی دایر شد در شهر خوجند بیان دو تیم مقتدر و اینجا بیشتر درباره این دسته ها باید سخن کرد. ولی ما البته درباره این به طور مفصل تر خواهیم گفت. البته یک رویداد دیگری نه آنقدر خوش این از ادامه رقابت ها دست کشیدن خود می دسته ریگر است که واقعا هم به واسطه حالی خوب نداشته بود. در مرحله اول زلکه در آغاز چمپیونات سرآغاز مرحله دوم معلوم بود که ایام بود که در تنفس بین دو مرحله یگان پیشتازی یگان تغییرات کادری نشد، ترانسفر هم نشد، قسم بازیگران از هیئت رفتند، دسته خالی مون و ببینید وقتی که برای چنین دستو مشکل می شود که حتی سفربر کردن گروه بازیگران خود به بازی سفری، این چیز رهبریت این دسته رو وادار می‌سازد تا که اونو بهترش دست کشن در خلاص با اونی که به طور رمزی 10 گل و 20 گل در هر بازی به دروازه‌شان سر دهند و نام ریگر، یعنی که یک برندی که در فوتبال بزرگ یک باشگاه بسیار صاحب نام رو دارد، نام عمران تا کجایی که کمتر یعنی که به ضعیفی و به پستی برند. بله، همین طور هم هست و دسته سروکمپانیا امکان داشت که آن به حیث قهرمانی فعلی تاجیکستان در آغاز مرحله دوم تواند بر مقابل صدرنشین امتیاز گیرد و امتیازهای خود را در برابر این تیم کمتر سازد. اما بازی در مجمع ورزشی شاهین که در خوجند دایر شد با سود دسته سپر به انجام یافت. دسته سپر در حال به بازی برگشت و کامبک عالی نمود که با حساب 4-1 مغلوب میشد. در مجموع بازی قهرمانی تاجیکستان را چگونه واگذاری میکنید؟ اگرچه سبب‌های دیگر هم بودند، از میدان رانده شدن دو بازیگری اساسی دسته سروکمپانیا، بازیگران سپر، در مجموع بازی مرکزی را چگونه شرح میدید؟ من فکر میکنم در بازی مرکزی این دور عموما بازی مرکزی مرحله دوم هم بگیریم، خطا نکنیم تا رسیدن مرحله پلی آف. اینجا دسته قهرمانی فعلی باید که خاراکتر نشون میداد، نوبست از اونی که دسته در چه حالت قرار میگیرد، چی بازیگرانی از میدان رانده میشوند، ولیکن قهرمانی فعلی باید قهرمان بودنش را ضد آن دعواگران برای قهرمانی در زمینشون اثبات نماید. ببینید سرآغاز بازی آنها خوب بازی کردند، آنها وقتی که به حساب بزرگ پیشتاز شدند، مقصد اساسی، هدف اساسی به نظر انفرادی من با هر واسطه که نباشد نگاه داشتن حساب بود. آنها اگر در چنین شرایط با مساوی از خوجند برمیگشتند، این هم یک نفسی تازه بود، یک نفسی تازه نتیجه البته برای دفاع دسته قهرمانی یک نفسی تازه بود، ولیکن وقتی که آنها دوباره باختند هم در زمین خود با حسابی بزرگ و هم راه دادند برای کامبک به دسته دعواگر به قهرمانی و فاوریت اساسی چنین امکانیت را دادند. این البته برای دسته قهرمانی فعلی یک ضربه سخت روانی و یک ضربه سخت خواهد بود که به اطراف و محیط اطراف دستوی به همون ستاد مربیان تاثیر عمیق خود را میرساند. این وابسته البته در دل خود دسته بزرگ، در دل خود دسته که هدف بزرگ دارد، میخواهد در چمپیونات های قهروی از نام در تاجیکستان رو در آسیا معرفی کند و دیگر هدفهای
ارزشمند در آینده دارد رهبریت اون دسته چه در فوتبال جهانی چه در فوتبال آسیایی و اروپایی رهبریت اون دسته وقتی که دلخوش شرایط رو تامین میکنند طلبات های مخصوص خود رو دارد و اینجا ببینید وقتی که در چنین بازی پرینسیپیالی و بازی مهم دسته قهرمان نمیتواند آن دسته دعواگر رو در دو مرحله هر دو مراتب مغلوب کرده تواند این البته یک فشاری خاصه جانبی ستاد مربیان میشود جانبی نفر اولی که برای نتیجه جوابگر هستند یک سرمربی دسته و همچنین جانبی آن لیگنرانی که شامل تیم کردند و اونها هرچند که تا همان برتری کلان حسابی از خود نگاه سر و صدا بلند کردند و بسیاری از گل ها از به شرافت آن برزیلیان زده شد ولیکن بهره نگاه داشتن حساب و تامین کردن پیروزی آنها عموما بعدا در مرحله دیگری همین بازی کاری را کردن نتوانستند و این البته یک ضربه سخت است سورو کمپانیا باید برای دفاع از ننگ و نام خود برای دفاع از شرف قهرمانی خود کوشش میکرد که هرچند که باز هم گپ سر همون نتیجه از مرحله پلی آف می رود قهرمان در مرحله علاهده پلی آف معین می شود ولیکن این یک ضربه شدید است وقتی که در دو مرحله قهرمان فعلی دسته قوی پیروز شده نمیتونه این واقعا هم از جانب انفرادی نظر انفرادی من چنین است تا خو از نگاه مخلص باشد خو از نگاه کارشناس فوتبال باشد خو از نگاه خود همون بازیگران باشد هر بازیگری که در صف سورو است میخواهد که سپر را شکست دهد هر بازیگری که در صف استقلال است میخواهد که در همین شرایط سپر را شکست دهد و شکست دادن سپر برایشان یک انگیزه الهی میبخشد در راه هموار کردن روی خود به سمت هدفهای دیگر و همچنین سپر هم در نوبت خود میخواهد که قهرمانی فعلی رو هرچی بیشتر شکست دهد چون که در دوشنبه شکست داد در خیلی دیگر این البته فکت است این دلیل است این چیزی که ما میبینیم این نتیجه رو ما الکی این چیزی در گذشته است الکی بازی سپری شد ما یک نتیجه خوب آغاز خوب از رفت بازی دیدیم ولیکن متاسفانه برای مخلصان خود سورو کمپانیا ما انجام خوب رو ندیدیم. بله همین طور هم هست دسته سورو کمپانیا با وجود آن که باز با دو لیگانری برزیلی دیگر شرطنامه بست الکی از بازیشان معلوم است که بازیگران خوب هستند و میتوانند در ادامه دسته سورو کمپانیا را کمک نمایند اما بازگشتی که سپر در رقابت نشان داد واقعا هم قهرمانی بود با حساب 4-1 هر بازیگری که در هیئت سپر به میدان میبرآمد برابر بازیگرانی گویم برزیلی بازی میکرد نه بسته که او جوان است بازیگر محلی است حتی در رقابت مذکور ارکین احرامزاده یکی از بازیگران جوان دسته سپر که تا 5 دقیقه آخری ماندن در میدان نبود با میدان برآمد و در دو نوبت با میدان برآمد از هیئت ذخیره 2 گل زد و پیروزی دسته‌اش را تامین کرد واقعا هم دسته سپر گویم این سال بسیار جدی آمادگی دیده است در برابر آنکه مربی خارجی دارند و چند لیگانرون پرقوت دارند این چنین بازیگران داخلی نیز بازیگران منتخب تاجیکستان نیز از آنها کم نیستند مخصوصا دروازه‌بان این دسته فیروز بگمرودوف که در هر حالت میتواند نتیجه را حتی تغییر دهد در رقابت بر مقابل دسته سورو کمپانیا محض فیروز بگمرودوف بود که دسته‌اش را با پیش حرکت میداد و گل دوم را محض فیروز بگمرودوف زد. من فکر میکنم این را گفتنی بودم چند جمله پیشتر از همین صحبت ما ببینید نقطه کلمیناسیونی در راه رسیدن برای پیروزی و بیدار شدن انگیزه در وجود بازیگران سپر از همین گلی فیروز بگمرودوف بود. ببینید وقتی که ما در دل خواه بازیگر در دل خواه فوتبال میبینیم دیروز هم در لیگ چمپیون ها وقتی که سابق بازیگر اینتراخت اکیدیک و دروازه لیورپول از صف لیورپول و دروازه اینتراخت گل زد او بخشش پرسید از مخلصان تیم سابقش یگان خیلی جشنگیری نکرد ولی ببینید در حالتی که فیروز بگمرودوف نیمه میدان را میگذارد و بعد از اشتباه دفاعگران گل را به دروازه گل حل کننده یک نقطه کلمیناسیونی رو با وجود میارد گل را به دروازه سورو کمپانیا میزند و استقبال گرم و جوشان نوبت از اون که بازیگر سابق این تیم بود یک استقبال گرم میکند این البته باز هم نیروی الهی وارد میکند به مخلصان و بازیگران سپر و آنها را به پیش تکان میدهد و نوبت از اون که کدام بازیگر محلی است یا لیگانر است 5 دقیقه و 3 دقیقه بازی کرد این البته برایش انرژی الهی جمع میکند و وقتی که دروازه‌بان چنین اندازه معینی میدان را طی میکند و به زدن گل دست مییابد دروازه‌بان الکی دیگران را بیدار میسازد که ببینید من دروازه‌بان هستم من در چنین بازی مهم اینقدر گلی حل کننده زدم دیگه برای دیگران الکی او اثبات کرد او یک به طور بزرگ جشنگیری کرد به طور احساساتی
زور بودن خود را نشان داد. برای دیگران علاقه او یک چهره نمونه شد و دیگران به قول بعد از همان گل دیگران بازیگران دیگر هم آتش گرفتند و بعدا ببینید حساب 3-4 شد، 4-4 شد و بالاخره بعد از یک اشتباهی دغل آن دفاعگرانی که سر کمپانی در خط دروازه با دروازه‌بان داشت، بالاخره حساب 5-4 شد که این یک پیروزی بسیار مهم، پیروزی حساساتی و یک تا جای یک پیروزی خاطرمون بود. میتوانستند این بازی رو با وقت دیگر گذرانند تا اینکه در شهر خوجند چهاربینی‌های ورزشی صورت گرفته ایستاده بود و قصر ورزشی خوجند بند بود و این بازی باید محض در قصر خوجند برگزار میشد. قصر شاهین، مجمع ورزشی شاهین چون این بازی ها را قبول کردن نمیتواند، زیرا میدان خرد است، مخلصان نیز کم با میدان حاضر میشوند و این بازی البته باید در یک میدان وسیع و در دایره مخلصان زیاد صورت میگرفت، زیرا واقعا هم بازی در دو مرحله اول محض بازی جالبترین و زیباترین سوپرلیگ تاجیکستان همین رقابت بود. جلب مخلصان البته باید که مکان برگزاری این بازی دیگر میشد، ولیکن این باز هم به فایده سپر میشد. ببینید اگرچه باز هم مخلصان بیشتر میشدند، باز هم بیشتر تکان میدادند به پیش دسته محلی خود را، دسته دوست داشته خود را که در میزبانی برآمد میکرد. براستی اگر اقرار شویم در همین خود همین موسم جاری چی در مرحله اول در دوشنبه چی در مرحله دوم در خوجند، سپر واقعا از حریفان خود یک سر و گردن بالا است. اون میدونیم که در مرحله پلی آف نتیجه چگونه میشوند و پیرو واحدوف چگونه دسته خود را مخصوصا مقابل سپر آماده میکند. او علاقه از باخت در مرحله اول پیش از بازی مرحله دوم یگان خطاگی را یعنی که اصلاح کرده نشد و بسته به دلیلا وابسته به نتیجه بازی اگر بگیریم و در مرحله پلی آف که مرحله بسیار مهم است، مرحله برای دفاع کنی عنوان قهرمانی، مرحله تقدیر ساز است. هر اشتباه میتواند دسته را از ادامه سبقت‌ها بیرون سازد. هر اشتباه میتواند بیرون سازد و از همین اشتباه ها و از همین دو باخت در دو مرحله و آمادگی خاص از ضد سپر باید به طور مخصوص آمادگی دید. علاقه ضد استقلال آنها پیروزی شدن نتوانستند در مرحله اول، ولیکن با پیروزی در سوپر جام با حساب بزرگ برای جایزه مقابل استقلال آنها علاقه نشان دادند که استقلال رو مغلوب کرده میتوانند. ولیکن مقابل سپر وقتی بازی رفت سرآغاز بازی چون به نظر میرسید تا آخر نیمه دوم چنین بود، اما چیز خوب بود، ولیکن وقتی که ببینید دروازه‌بان میگوید و نیمی دسته قهرمان را گذاشته گل میزند، این واقعا غیر مقرری است. این برای آن نیست که بسیارا میگن که مثلا ما کارشناس فوتبال هستیم و مربی هستیم و نفران داننده فوتبال هستیم. این در چشم عیان است. در یگان ورزش کسبی، یک ورزش جدی، این خیلی روی نمیدهد که بین دو دسته مقتدر رقابتی سازگار میشود و دروازه‌بان نیمی میدان را گذاشته و زدن گلی بسیار مهم دست می‌یابد. و البته که به این سر این مشکلات باید کار کرد. ما اصلا نه مربی هستیم نه یگان کارشناس سطحی بلند هستیم. ما فکر اندیشه انفرادی خود رو میگویم. وظیفه اساسی ما هم طریق این برنامه بررسی کردن اون موضوعهای جایی داشته است و فکر میکنم که رمزی است که دسته ای که عنوان قهرمانی خود را دفاع کردن میشود، برای او وظیفه اساسی ما از همین مبارزه به امان بردن ضد همون دستای مقتدر است. دستای که ما اشاره کردیم روشن و ریگر این دستا رو به مربی هم این حال در همین شرایط مغلوب کرد و سورو کمپانی یک دسته قوی است که نیت برآمد در چمپیونات‌های قهرمانی را دارد و برای هدف‌های بزرگ دارد. هدف‌های بزرگ در پیش دارد. هدف‌های آینده ساز طوری من در آغاز برنامه اشاره کردم. برای هدف‌های آینده ساز را داشتن و عملی کردن آنها نباید دسته بود که مقابل دسته یک موسم پیش پیدا شده تو را مغلوب کند و عنوان قهرمانی را با آسانی بگیرد. اینجا علاقه هدف‌های بزرگ به یک هدف غیر جدی تبدیل می‌یابد. بله، بازی پس از آن که بسیار پرشور و خروش جریان گرفت، به جنگ و خرخشه دسته‌ها از میدان نرفتند. دو بازیگر برزیلی لوکاس ناکازاتو و رافائل کامیلو از هیئت دسته سپر و از هیئت دسته سورو کمپانیا یک باره جنگ و خرخشه رو میانی هم برداشتند که گویم تقریبا بازی 5-10 دقیقه نگاه داشته شد. چی باعث می شود که دسته ها به چنین به ترتیبی ها دست میزنند؟ حتی لیگ فوتبال تاجیکستان دسته سپر رو برای به ترتیبی ها مجازات کرد با مبلغ 1,500,000 سومانی. بازیگران لوکاس ناکازاتو و رافائل کامیلو در برابر جریمه های پولی اینچنین
در سه بازی آینده حق اشتراک را از دست دادند. من فکر میکنم این حالت اول نیست، این یک حالت مقرری برای هم فوتبال هم فوتزال ما است. ببینید وقتی که رقابت میان استقلال و سپر هم در خود همین دوشنبه برگزار شده بود، بعد اون که استقلال عموما شکست خورده بود، یک جنجال خرخشه هم میان هم بازیگران رخ داد و در اینجا باشد ببینید اگر به همون نوارها ما نظر کنیم، اساسگذار این به قول روزگار رزبارها خود همین نکزات بود که بازیگری کنار میدان سپر رو تله کرد و بعداً به یک جنگ عمومی تبدیل یافت و بعداً فیروز بیک مراد و مسعود گیرکل تراشیده دویده از آن طرف دوید که عموما دروازه‌بان‌ها نباید به قول خوش شوند مقابل در این جنگ‌های عمومی. اصلا این جنجال ها به فکر من آن نفرانی که در بازی دچار باخت میشوند دیگر راهی خود از خود نشان دادن نمی‌یابند، بعداً طریق جنجال ها خود به قول سفید کردن میشوند. لیکن این جای این جنجال ها در محاربه آمیخته است. در اون شرکت‌های رمزی که وجود دارند در فوتبال باید در میدان طریق عمل‌های انفرادی، طریق گزارش‌ها، پاس‌ها، گلزنی‌ها باید زور بودن خود را نشان داد و ما دیدیم که در اونجا زور کی بود. اون برزیلیا که البته هنرنمایی خاصه تحریک کننده را هم از خود نشان داده میتوانند. اخیراً دیدیم که ما جنجال با هم کردن، ضرر مالی هم برای دست آوردند و هم یک ضرر انفرادی برای خود از جانب اشتراک نکردنشون در بازی بعدی آوردند. هرچند که برای سورا من فکر میکنم نبودی نکزات آنقدر جدی نخواهد بود، ولی که نبودن اون برزیلی سپر برایشون یک تلفات جدی هم به نظر میرسد. ولی آنها هرچند که برتری خالیشون بیشتر است، آنها موقع خود رو به فکرم گم نمیکنند و آنها تا هم خیلی مرحله اول برقرار مرحله را پس سر مرحله دوم رو نیست پس سر مرحله دوم رو پس سر میگیرند و مرحله پلی آف آمادگی خاص میبینند. خب دسته سورو کمپانیا نیزامان واقعا مشکلات کادری دارد. فیضعلی سردارов اون جراحاتی که در سوپر جام تاجیکستان برداشت الکای نمیتواند تا آخری موسم دیگر سورو کمپانیا را کمک نماید. در این رقابت اینچنین محمد رجبوف نیز جراحت داشت، اشتراک نکرد و یک بار دو بازیگر اساسی این تیم کارت سرخ گرفتند، دلشاد سلاموف و لوکاس ناکازاتو در بازی دور نوبتی. واقعا هم باز مشکلی جدی‌تر دسته سورو کمپانیا رو در پیش است و ماز نتیجه خوب نشان دادن نوبست از این مشکلی ها بودن بازیگران جراحت داشته، نبودی بازیگران وابسته به مجازات، البته یک مسئولیت ایلوگی، یک مشکلی ایلوگی سر مربی بار می‌آورد و ماز البته مشکل است برای استاد مربیان هم وقتی که دست در بازی اساس شکست می‌خورد و یک مشکل ایلوگی باز هم زم می‌شود. این البته مشکل است و آنها را هم درک کردن باید که درک کرد آنها را هم، ولی چگونه خود مربیان هم میگویند تقدیر مربی خود همین است و باید که وقتی که مسئولیت رو به گردن گرفتین و واسه مشکل باید یک راه حل اون رو پیدا کرد و باید که تلاش کرد. اینجا اصلا بگیریم غیر از استقلال و امانت بانک اونقدر حریفان قوی ندارد سورو کمپانیا در پیش روی خود در مرحله اول و از همه مهم این دسته از مرحله پلی آف پایان نمی‌رود. هدف اساسی همین است و در ادامه رقابت در مرحله پلی آف و حفظ کردن عنوان قهرمانی است. ولی از یک جانب دیگر اگر که فیضعلی سردارov در مرحله پلی آف هم به دست کمک کردن نتواند، این واقعا تلفات بزرگ است. این واقعا تلفات جدی است و ما خود دیدیم که در بازی جایزوی فیضعلی سردارov چگونه قهرمان اساسی بود، چگونه به طور انفرادی خوب فعالیت میکرد، از اشتباهات جدی حریفان گل به میان می‌آورد و در همین جا میتوان سورو کمپانیا رو به قول در همون بحران‌های یک بازی و دو بازی مهم سفید هم کرده توانست. بازی دومی که در این دور برگزار گردید این رقابت دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و امانت بانک بود که امانت بانک با آوردن بازیگران خارجی اگرچه در بازی اول مرحله دوم دسته از تیم سپر شکست خورد اما توانست در برابر امانت بانک در برابر کلوب مرکزی ورزش ارتش پیروز شود. بله، امانت بانک چطور ما در برنامه قبلی هم اشاره کردیم سر از آغاز مرحله دوم در آن فرصت‌های کوتاه تنفس میان دو مرحله توانست که از سبب تغییرات ترانسفری پرقوت شود و ببینید وقتی که یک بازیگر نو با صفت دقیقاً گروهی از چنین بازیگران به دست آورده میشوند الکی
نتیجه خود از خود پیدا می شود و اگر آن نتیجه به طور 100% در بازی مقابل اسپر و سور کمپانی هم به دست نآید، آن نتیجه 100% منظوری من، ولیکن در مقابل چنین دستا به دست نمیاد و آنها ببینید الکی زید یکی از دستای مدعی برای زینای افتخاری، یعنی که اشغال مدال‌های برنجی، اینها توانستند با حساب بزرگ هم پیروز شوند و این البته یک علامت واضحی پیشروی دسته در پیشروی آغاز بازی مرحله دوم است. دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش که اگرچه هیئت خود را پرقوت کرد و با آوردن شوکت پولاتوف و چند بازیگر جوان دیگر که به طور اجاره گرفت، مخصوصا مهروجدین از هیئت دسته استقلال و از هیئت دسته امانت بانک رمز امروخانوف که پس از مرحله اول از دسته امانت بانک جدا شد و با کلوب مرکزی ورزش ارتش قرار داد بست. اما دسته آن نتیجه‌ای که در چند بازی اول مرحله اول داشت، 3 پیروزی داشت، با پیروزی ها دیگر نیستند، حتی نمیتواند در برابر دسته ها امانت بانک و سومون به نتیجه مساوی دست یابد. اینا هم البته در ردیف ارتشیان از خود هدفهای بزرگ رو در پیش میگذارند. اینا هم کوشش میکنند که در این دو دسته هم در برابر ارتش تلاش میکنند که در میان چهارگانه بهترین قرار داشته باشند و اینجا ببینید آمادگی دسته جدی هستند، هرچند که دسته ارتش از بازیگران محلی پرقوت شد در میانه دو مرحله. اینها ببینید گروه بازیگران خارجی رو شامل تیم کردند و اگر از حساب مالیوی هم بگیریم، امانت بانک البته اقتدار مالیوی بیشتر دارد، نوبسته از آن که در دل ورزش معاصر این حال دسته هایی که سرچشمه مبلغ‌گذاری آنها خصوصی است و از حساب شرکت پروسیو از مبلغ‌گذاری میلیونی یعنی که تامین میشد، آنها اندک قوی ترند و اینجا امانت بانک در قیاس به ارتشیان تجربه بیشتری برآمد در چمپیونات کشور را دارد، از این چیزها از این تجربه خاصه خود به قول برد کرد و توانست که موفق شود. ولی ارتش هم مبارزه خود را در ادامه خواهد داد. آنها هم از همان دستای مبارز تا حال باقی خواهند ماند و ما در ادامه بازی مرحله دوم خواهیم دید که راه و روش این دسته به سمت رسیدن به همون چهارگانه اول چگونه می شود. بله، بازی سیوم دور نهم سوپرلیگ تاجیکستان میان دسته های روشن شهر کلوب و استقلال شهر دوشنبه یکی از تیم های پایتخت کشور صورت گرفت و استقلال گویم با دسته پس از رفتن ریگر دسته ضعیفترین لیگ ماس روشن به حساب می رود، رحم نکرد، با 9 گل به جواب این حریف خیش رو شکست داد. اگرچه در بازی بر مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش با مشکلی هم پیروز گردیده باشد، ولی توانست با آسانی صاحب 3 امتیاز شود و با موقع دوم جدول عمومی برآید. الکی جای سورو کمپانیا رو در جدول عمومی گرفت پس از آن بازی که سورو کمپانیا بر مقابل ریگر تدست برگزار نکرد، الکی با جای دوم برآمد و پس از شکست الکی موقع خود رو در زینه دوم مستحکم کرد و در مجموع بازی‌های با همین ترتیب صورت گرفتند و سامان بدون رقابت صاحب 3 امتیاز گردید. باز یک پیروزی دیگر گویم برای سامان به دست آمد و در جدول عمومی باشد. عین زمان تیم سپر با دریافت 27 خال از 9 بازی در جای اول است. دسته استقلال صاحب 21 خال می باشد و سورو کمپانیا با 19 خال در مقام سوم، سامان با 15 امتیاز در زینه چهارم، امانت بانک با 12 خال در زینه پنجم و کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد با 9 خال در زینه ششم موقع گرفته است. روشن تنها 3 امتیاز دارد. در مجموع جدول عمومی را شما چگونه می‌بینید؟ الکی مرحله دوم آغاز شد، کی باید موقع بالاتر رو می‌گرفت و کی پایان‌تر پس از آن بازی‌هایی که در مرحله اول نشان دادند؟ در این صورت باشد ببینید استقلال الکی یک موقع دیگر کرد، ولیکن اینجا اندک پستروی در صف کلوب مرکزی ورزش ارتش به نظر می رسد، چون که ما اشاره هم کردیم اینجا ببینید اینو اندک کفاتر موندند، ولیکن سامان ببینید نوبسته از آنه که امانت بانک پیروزی به دست آورد، پیروزی بزرگ، ولیکن سامان ببینید موقع خود را تنگ نمی کند، آنها برعکس موقع خود را نگاه می دارند و یک مبارزه شدید در برابر آن زینه قهرمانی برای زینه چهارم می شود. ببینید برای زینه چهارم یک باره 3 دسته مبارزه میبرند و این البته یک جلویت خاصه خود را داشت و اینجا 3 دسته تا جای به هم برابر، هرچند که امانت بانک از لحاظ آن برتری که ما گفتیم اندک
پیشتر می ایستاد، ولیکن این سه دسته هر سه تا حال امکانات را از دست ندادند. در بالاتر باشد چگونه یک میبینیم سپر تا حال شکست ناپذیر است. سپر وابسته به چنین آمارهای قوی و باوری بخش خود فاوریت اساسی برای قهرمانی هم است و جالبیت ایلاوگی این است که سورا کمپانی هم به زودی و به آسانی نمیخواهد که عنوان قهرمانی از دست رود و اینها هم این دسته قهرمان هم در مرحله پلی آف تمام تلاش را به خرج میدهد که تا قصد این باخت های شده را در مرحله های گذشته علاقه انتقام اینها را بگیرد و به یک بارگی یک کلید پیروزی ضد سپر را دریافت نماید. بله، در دور نوبتی علاقه باز هم بازی ها جالبتر می شوند و در این دور امانت بانک با سرو کمپانی رقابت میکند، سامان با سپر، استقلال با رگر. علاقه استقلال صاحب 3 امتیازی دیگر هست، کلوب مرکزی ورزش و روشن. من فکر میکنم برای سرو کمپانی بازی مشکل خواهد شد وابسته به آن جراحت بازیگران اساسی نبودی چند هزار نفرانی که کارت سرخ گرفتند و نمیتوانند در این رقابت شرکت میکنند. یک امتحان جدی، یک سنجش بسیار سنگین برای بازیگرانی که این ستاره ها را در صف سرو کمپانی عوض میکنند، در حالی که امانت بانک تلاش میکند که جای سامان را در جدول بگیرد و اینجا یک رقابت بسیار مهم می شود و این رقابت را می توان رقابت مرکزی هم نامید. در دور دهمی مرحله دوم در دیگر حالت باشد سامان و سپر، هرچند که سامان تلاشی بزرگ می کند ولیکن سپر واقعا هم یک سر و گردن بالاتر است. برای سپر مشکل جدی پیش نخواهد آمد هرچند که در سفر هم اینها رقابت کنند. استقلال باشد چطور گفته ملکه به درد میون خودها را گرفتن میگیرد. صبرگری که رفت دیگر نیست، نامش هست و خودش نیست. ارتشیان مقابل روشن. ارتش البته امکان خوبی گرفتن 3 خال دارد و میتواند در صورت باخت امانت بانک و باخت سامان برای ارتش شانس می شود که تو بالاتر برآید و جالبیت را باز هم نمایان‌تر کند برای رسیدن به زینه چهارم و راحت گیری به مرحله پلی آف. بله، پس از انجام بازی های دور نهم در جدول نشانزن‌ها بازیگران موقع ها به تغییر ماندن. همان خسرو خلیق‌نظرов با 15 گل در صدر نشانزن‌ها قرار دارد، زیرا در بازی دور نهم دسته سامان باید بر ضد رگر رقابت میکرد و این بازی با حساب تکنیکی پیروزی به دست آورد. دسته سامان از میان 4 بازیگری که در قطار نشانزن‌ها قرار دارند در میدان تنها ادواردو اگنالدو هنرنمایی کرد و بازیگری دسته سپر و نتوانست به دروازه سرو کمپانی گل بزند. عبدیجلیل ایدربگ اولو که در هیئت منتخب در بازی‌های دوستانه قرار داشت در هیئت منتخب قرقیزستان، آن هم به دسته استقلال کمک کرده نتوانست و امید کوزیف باشد با سبب جراحت بر این رقابت نامد. همان خسرو خلیق‌نظرов در مقام اول است و چون برنامه‌های گذشته نیز ما در این برنامه نیز بهترین بازیگر را معین کردیم و این نوبت نیز از بازی مرکزی دور میان دسته‌های سرو کمپانی و سپر در بازیگری که در مرحله اولی چمپیونات بهترین بود، دروازه‌بان دسته سپر شهر خوجند فیروز بیگمرودوف در این رقابت مهارت والا نشان داد، به زدن گل موفق آمد و گویم یک محرک اساسی دسته‌اش در میدان بود. خب بهترین بازیگر دور نهم سوپرلیگ تاجیکستان انتخاب شد. در مورد نشانزن‌ها کمتر شوخی هم باید کرد اگر که آن باخت تکنیکی را تاریخ گل‌های تکنیکی تقسیم کنیم و 5 گل دیگر را به حساب خلیق‌نظرov و به قول خوش کنیم 20 گل میشد. ببینید اگر این طور میشد گل‌های تکنیکی هم میشد، ولی متاسفانه چون نیست، فقط باخت تکنیکی است و 5-0. در مورد هر مورد بهترین بازیگر دور اعلان شدن بیگنظرov، این البته یک اخبار نوفورم، یک حالت دلخراش برای مخلصان سارا می شود. ببینید من فکر می کنم که همون مخلصان اشدی سارایی که بی‌واسطه در خوجند بازی را از نزدیک تماشا داشتند و همون مخلصانی که طریق تلویزیون این بازی را رقابت کردند، هر حالتی سیو کردن فیروز بیگمرودوف، حالت اساسی گلزنی و به طور گرم و پر احساسات استقبال گرفتن او، هر مورد هیچ وقت به مخلصان سارا خوش نمیآید و آن حالتایی که او در اینجا بازی میکرد آن را اگر به یاد بیارند یک بار بالای سوخته به قول نمک‌آب میشد. ولی واقعا در روزبانی منتخب فوتبال تاجیکستان به طور ارزنده این مقام ها را میگیرد. او را به یگان تغییری به قول به یگان شوری موری بگیریم به گفته محلی نمیتوانند این عنوان را او به واسطه
به طور ارزنده برآمد عالی میکند، در بازی کلیدی رقابتی سازگار نشان میده و از خود چی در صف منتخب فوتبال تاجیکستان و چی در صف باشگاه عین حال فاوریت برای قهرمانی واقعا قهرمانی خود نشان میداد و به طور جدی به قول برای دشمنان و دوستان باید تندیند که این مردک واقعا زور است، این بازیگر واقعا نمونه‌ای است و باید که دروازه‌بان‌های دیگر هم چنین دو تلاش‌ها را در میان بگذارند، نه تنها سیو کنند بلکه آنها هم گل زده هم توانند. خب درباره خسرو خالق‌نظرов اگر سخن کنیم واقعا هم خسرو خالق‌نظرов میتوانست در برابر دسته رگر نیست 5 گل بزند. به یگان گل تکنیکی میتوانست 5 گل بزند و حتی زیاده از این، زیرا دسته رگر واقعا هم ضعیف بود و اگرچه رفتن او بسیار باعث تاسف است از ادامه سابقه که سالهای طولانی است. از سال 2016 این تیم قبلا با نام سمندر و بعدا چند سال اخیر نام رگر را گرفت. یگان موسم با چنین مشکلات جدی روبرو نشده بود. دسته با هر مشکلاتی که داشت موسم رو به آخر میرساند. اگرچه به مرحله پلی آف راه نمیگرفت ولی در جام تاجیکستان پیوسته شرکت میکرد، اما دسته دیگر نه در جام تاجیکستان اشتراک میکند و نه در سوپرلیگ تاجیکستان. خب من فکر میکنم متاسفانه این قرار از ناچاری برآمده است و فرصت اون هم رسیده است که وابسته به نمونه تشکیلات بزرگ عرصه جهانی این باشگاه فوتبال بزرگ کسبی باید تگ برند خود چون روشن چون کلوب مرکزی ورزشی و استقلال دیگر تدازم باید همین دسته فوتزالی رو در زیر چنگال خود بگیرد و از حساب برند خود از حساب تامین بازیگران دیگر تواند یک سر و صدا از خود بلند کند تا که این هم آبروی دسته اساسی رو بالا میبرداره، هم آبروی دسته اساسی میشود، هم یک نمایندگی با شرفانه از خود منطقه شرطون داده میشد که در گذشته تاریخ بای فوتبالی، تاریخ بای ورزشی داشت و یکی از سرجایزه ترین دسته‌های فوتبالی در تاریخ فوتبال تاجیکستان است. باری دیگر شما رو به برنامه خوش آمدید میگویم و دوستان عزیز اینجا رسیدیم به پایان برنامه شهر فوتزال. تا برنامه‌های دیگر پیروز و پاینده باشید.